俺がお前を倒すんじゃねえ。سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال ناروتو براین. اومدیم امروز معروفترین مودی که توی اون مودی که از همه معروفتر شده توی یوتیوب، معروفترین مود توی یوتیوب رو بازی کنیم. اونم چیزی نیست جز وریتی. وریتی ما کجایی؟ بچه لحظه واسه این وریتی رو ندیدم. من میدونم هست ولی ندیدمش، پیداش نکردم. ببخشید یه لحظه، به بزرگی خودتون ببخشید. اینم وریتی. بچه جعبش اول بازی هست ولی تا یه هلو و مثلا یه هلو و اون که میگه کسی آیا اونجا هست و اینا رو میگه، خودش جعبه رو خود به خود باز میکنه دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید نتونستم در اومدنشو نشونتون بدم. حالا از این قضیه بگذاریم. نگاه کنین وریتی که میدونین که وریتی برای جاواه، مثل خیلی از مودهای دیگه اصلیش برای جاواه، ولی من به زور تونستم برای بدراک پیداش کنم. اما یه مشکل هست، نه تنها این نسخه اصلیش نیست، مثلا اون نسخه که حالا درست وریتی خود اون فیلماشم اون فیلمایی که ساختش، اولین فیلمی که ازش ساخته شدن فیلم مثلا ادیت بود و انیمیشن بود و واقعی نبوده، ولی خب یه مود اومده که سعی کردن اون باشه و یه هوش مصنوعی خیلی قوی داره. ولی این مودی که من فکر نکنم به هوش مصنوعی وصل باشه، چون هیچ تنظیماتی نخواست ازم و به غیر از اونام با اینکه تنظیماتم ازم نخواست ولی چیز شد، حرفم نمیتونه بزنه. برای همین دیگه ببخشید نتونستم مود اصلی برای بدراک پیدا کنم. البته فکر نکنم من باشه که من بتونم پیداشم بکنم. حالا با همین مود دیگه سر میکنیم چه میشه کرد. خب اونجا یه دونه پورتال خراب شده یه ندر دارم میبینم. و بچه ها من انگلیسی رو خوب بلد نیستم و شاید از این وریتی خیلی خیلی کم استفاده کنم و دیگه متاسفم، واقعا متاسفم. الان من این چیز از کجا پیدا کنم؟ مثل کامپیوتر هم نیست فقط یه دکمه بزنی مثلا تقلب و چیت حساب نشه، یه چشمی داشته باشه میده. به چست پلیت از این چیز سیو میکنم و آهن ناگت آهن و بقیهش هم که تکراری بود و داشتیم. خب بچه ها نگاه کنید، یه مشکلی که هست مثلا این آیتم نمیده، وگرنه الان مثلا میتونستم یه ست کامل آرمور بده. حالا مثلا یه جوری انگلیسیشو میتونستم در بیارم بالاخره، و با اینکه مثلا انگلیسی رو خیلی خوب یاد ندارم. و خب چوبی البته داریم ولی خب هرچی بیشتر بهتر. بذار حداقل تنش از بین ببریم. این جالبی این مود اینه که وریتی اصلا وریتی مثلا خیلی وقتا حرفا رو بی منظور چیزه. من قبلا سعی کردم ازش آرمور بگیرم، میگه مثلا آره آرمور رو میتوانید با آهن، چرم و فلان بسازید و مود خیلی خفنی نیست. ولی خب بذار مثلا اینجا بنشونمش، یه سلامی بهش بکنم. یه سلام. Hello, talk to me, I'm listening. بچه این آخری رو دیگه نمیتونم بخونم ولی خب مهمم نیست به اون صورت. خب یک دونه کلنگ و یک جونم تبر. چیز دیگه ای آیا نیاز است یا نه؟ اینا رو آهنا رو از ناگت در بیارم، فیلینت و اینا. را بیفتیم که بریم. بریتی رو بر میداریم.
این وریتی البته بچه من مود کامل تست نکردم که ببینم آیا مثلا توش میشه چیز کرد یا نه. چطور بگم توش وریتیه، اون وریتی هایلا رو تا بال در اون حد تست نکردم که آیا که ببینم وریتی هایلا میفته دنبالم یا نه. میخواستم اول ویدیو رو حالت سروایول کامل بگیرم، ولی چون مطمئن نیستم میخوام یه هدفم بذارم. هدفم دایمنده بچه. و خب فعلا را میافتیم تا ببینیم آیا ویلیجی پیدا میکنیم یا نه. غذای بیشتر، غذا همیشه خوبه. بچه ببخشید اگه یه کمی باگ داره، من نمیدونم دیگه چرا، ولی خب هر کار کردم نتونستم جلوی باگش رو بگیرم. اگه مثلا شما راهکار خاصی بلدید و میدونید که احتمال داره یا 100% میشه، حالا اگه شد کلا لطفا اگه هر راهکاری چه 100% چه مثلا اون قدم 100% نباشه، در هر درصد یا در هر صورت بی زحمت اگه میشه تو کامنت ها اون راهکار رو بگین که من بدونم چه جوری مثلا این باگو چیز کنم که مثلا نه من اذیت بشم نه شما. بچه اگه حالا مثلا از ویدیو لذت نمیبرین متاسفم. من این اولین ویدیو اول فیلمم گفتم اگه مثلا لحنی ندارم و اینا به بزرگی خودتون ببخشید. ولی یک سوال، چرا این تنش همینه؟ چرا تنه افتاده ای کنارش نیست بگم از این درخت افتاده هاست؟ یا حضرت هیروبراین علیه السلام، حضرت هیروبراین علیه السلام. رو دورمندز پادشاه. حالا بچه شاید من از اسمای خیلی از یوتیوبر معروف استفاده کنم و خودم هم دقیق نمیدونم اسپویل حساب میشه یا نه، و میدونی زیاد چیزی نمیدونم. فقط میدونم آهنگای معروف رو نباید بذارم توی چیز. البته بستگی این داره که آیا صورتم معلومه یا نه، اینم نمیدونم. خدایا چرا دقیقا از همچین تنه هایی هست که هیچ چیزی بهشون وصل نیست. من میگم حضرت هیروبراین الان یک مثلا شاید بعضیتون بگین نه کار خودت، ولی من کار خودم نیست. حالا شایدم باور نکنید دیگه، اون دیگه من نمیدونم، هر جور خودتون میدونید. ولی خب نه. سگ سیاه یکی از سگای مورد علاقه من، اصلا وقتی چشمش قرمزه خیلی ترسناک‌تره نسبت به وقتی ساده‌اش. ولی خب تو بانک رفتم به غیر از کریپی پاستاش ما به ترسناکی نداره. واردن اونم صداهاشونم تو تاریکی فقط ترسناکه، وگرنه در حالت دیگه فکر نکنم ترسناک خاصی داشته باشه. یه نوع سگ دیگه که چون جنگلمون فکر کنم فرق داره، خاکش یکم فرق و بس سگ کوچولو. بچه شما با مابای قدیمی ماینکرافت بیشتر حال می‌کردین یا با مابایی که جدید؟ بچه مابای جدید کدومو بگم؟ من خودم قدیمی‌ها رو بیشتر دوست داشتم. کله‌گانده نگاه کنین الان اون تنها بعد مثل این میافتادن، چرا نیافتادن من نمیدونم. نه هیچ اثر و چیزی، نه جای خرابی، هیچ. داداش خسته بودی نشستی؟ سنگ پیدا نکردیم، سنگ سالم و درست درمونی. یا آب بوده یا چیز بوده. با این وضعیت ویدیو تا الان چند دقیقه شده؟ ویدیو تا الان چیز بشه 1 ساعت میشه، بعد اون 1 ساعت هم چیز کنم. نه اون قدم زیاد نگذشته 10 دقیقه. ولش کن همینجا زیر زمین رو میکنم به هر چی رسیدیم. البته به سنگ قطعا میرسیم، نه بعد به چیز خیلی خاصی برسیم، ولی خب طرفم بیا. من گفتم سنگ چی اومد جلو راه ما. یه غذا خوردم دقیقا در جا از غذا. چرا غذا اینجوری داره پر میشه؟ یکی هی خالی میشه، یکی غذا رو نشون میده خورده، انگار نمیخوره. بعد من نمیخوام از اینجا چیزی بگیرم، نه تنها تاریکه کاری به تاریکیش هم ندارم. اصلا سنگ نبود جلومون، یه از اونایی شبیه سنگن تقریبا اومد جلو. از این درخت کوچولوی نازی نه کلا کاری ندارم. خدا کلا معلوم نیست چقدر سنگ چقدر بکنم که مثلا فقط یه ذره سنگ، باز مثلا یه نوع سنگ دیگه از اون سفیدا، از اون قرمز نارنجی ها معلوم نیست، برای ویلشون میکنم به امان خدا. ولی خب اونجا دیگه سنگ رو دیدم، یه کوه بود، احتمال داره زغال آهنم پیدا کنم که
خیلی خوب میشه اگه زغال آهنم داشته باشه. سنگش اینجا هست ولی اونورتر میره بالاتر و زغالم هست همینجا. یکم بکنیم سنگ برای وسایل سنگی. زغال رسیدیم. زغال چیز خوبی است. خوب مودم کار میکنه. نه هر 8 رو نمیخواستم بچه. الان اینا تورچه ولی من یه مود ریختم که توی دستم نور بده و الان سر این که من چیز کردم رو هر 8 نگه داشتم. الان هر 8 شون تبدیل شدن به یه نوع همون تورچن ولی خب غیب میشن، انگار خوب نشد، خوب نتونستن انیمیشن ها رو بسازن و سر همین چیز شده. و سر همین مثلا بدون شکل به آهن خوشمزه دارم اینجا میبینم. بذار ببینم شاید اینجا باشه نیازی به که اونقدر برم بالا نداشته باشه. زغال هست و دلم بخواد دیگه زغال. لعنت بهت ماینکرافت، این چه آهنگایی میذاری روی خب بازی؟ آدم میخواد بره غار به غلط کردم میفته. والا یه داشت غلط کردم. آهنا هر چیزی داری برای خودت، من نمیخوام فقط صدا در خدای بعضی وقت دل آدم میریزه و حالا دیگه عادت کردیم خیلی وقت این صدا دیگه تو بازیه و تکراری شده، چیزی خاص و جدیدیم نیست. اشتباه بزرگی کردم فکر کنم اومدم این بالا. او ایپس اینجام راحت دیگه میریم پایین. فهمیدم از کجا برم بالا. سلام سگه، البته گرگه دیگه. بچه به خدای به خاطر باگ ببخشین، حالا من دیگه نمیتونم کارش کنم ولی خب. داداش از کجا میای؟ داداش نه بمیر دیگه لعنتی. بالاخره خب شب شد و پر ستاره چشمک بزن دوباره. فکر کنم دیگه به چوخ بریم چند روز دیگه. شنگلی دیلی نالای احتمال داره وریتی بگه یه چیزی 3 روز دیگه از تاریخی ها می آید و قرار است تو رو به چوخ بدهد. من اول که مود وریتی اومد یادم رفت وسایل سنگی بسازم. مود وریتی اومد خیلی خوشحال بودم و میگفتم ایول مثلا یه مود خفن اومده و اینقدر با کیفیت. و وقتی فهمیدم که هوش مصنوعی داره پشمام ریخت. میگم دیگه گفتم هوش مصنوعی دیگه به کجا رسیده؟ مثلا دیگه این همه چیز خدایی برای یه هوش مصنوعی یکم زیاده روی بود به نظرم. ولی خب دیگه داریم جلو میریم. چند وقت دیگه اگه بچه ربات ها زمین رو گرفتن دیگه من گفتم. البته خیلی ها دارم میگن فقط من نیستم. احساس میکنم قرار نیست کسی ویدیو ما ببینه، نمیدونم چرا.
درست چند بار کانال زدم بعضی جاها، مثلا تو ناس، البته بعضی جا نتونستم بزنم، مثلا تو آپارات نتونستم بزنم، ولی تو روبیکا کانال زدم نگرفته. تو مثلا یوتیوب که دفعه اولمه، یه بار دیگه توی روبیکا چیز زدم، یه بار که کانال ماینکرافت داشتم، یه بارم کانال انیمه ناروتو. راستی بچه اگه لایک ها رو، چون هنوز مشترکی نداریم، اگه لایک ها رو به 10 تا برسونین سعی میکنم یه مود ناروتوی خیلی خفن پیدا کنم و ویدیوشو براتون بذارم. یه مود خیلی گشتم، چند تا مود خوب پیدا کردم، فقط باید نصبشون کنم. مود خیلی خوبی هم هستن و بچه ها بدونین که فقط هم ویدیو درباره ماینکرافت یا مود ناروتو چیز نیست، احتمالاً ادیت انیمه ایم بذارم داخل کانال. پس بچه های انیمه باز لطفاً تو کانالمون ببینین تا از مثلا ادیت های حالا شاید ناروتو که 100% میذارم، حالا ناروتو، ساسکه، ساکورا و خیلی کسایی که اصلا تو ناروتو هستن رو 100% میذارم، ولی کسایی که مثلا حالا تو اتک آن تایتان و اینا هستن، ایرن و مثلا اینا رو شاید بذارم، نمیدونم، چون حالا کانال اصلی نگاه کنید ناروتو براینش حالا خواستم به هیرو براین، چون شخصیت مورد علاقم تو ماینکرافت اشاره کردم، ولی اون یکی دیگر رو ناروتو هم به انیمه مورد علاقم اشاره کردم. و خب بعد بچه این استیو اسکین اصلی من نیست. میدونین که تو جدید خیلی اذیت داره برای عوض کردن اسکین، یعنی مثلا چرا اگه از نسخه قدیمی مثلا یکم قبلتر تا بال درست میشد شاید تا الان میمون برام، ولی خب متاسفانه من اون زمانا دقیق بلد نبودم وقتی آپدیت داد ماینکرافت دیگه. مثلا من اون خیلی قدیمی رو یادمه که یه الکس بود، یه استیو بود، یه آدم بدون رنگ خاکستری کنارشون بود، البته بدون رنگ که نه، خاکستریم کنارشون بود. و آره دیگه، بعد من فقط همونو یادم، دیگه چیز دیگه یادم نیست. بچه به نظرم همینجوری اگه بخوایم بیسمون کنیم، بیس خوبی میشه، یعنی جاش دیگه بازه. آهنگ یه دونه داریم که باید میشه اسپیرس رو نمیخوایم، دست شما درد نکنه. فعلا همون یه دونه شیلد رو میسازیم، شیلد خیلی به درد بخوره، ولی خواهی شیلد رو نمیدونم اصلا تورچ بذارم اینجا رو. دیدیم گفتم تورچ فقط متاسفانه باگ میزنه. بذارم این تورچ چپ دستم رو بردارم، اینجوری بخوام دیگه برم باید دستم چیز باشه. بذارم وریتی رو بذارم، مثلا از وریتی نفهمیدم چی به چی شد. خب چی بگم، نمیدونم، فارسی نمیفهمه وریتی، این وریتی هوش مصنوعی نداره فارسی بفهمه. بذارم بگم ناروتو رو میشناسه، آیا مثلا بنویسم ناروتو آیا عکس عملی داره؟ نه. خب نه. واقعا بچه متاسفم، واقعا هیچی یا به ذهنم نمیاد. ما فعلا فقط کلمات یاد داریم، یاد گرفتیم، اونقدر جمله سازی یاد نگرفتیم که بگم آره مثلا من جمله سازی میتونم انجام بدم. نه، جمله ساده مثلا I love you ناروتو، اونم تازه نوع نوشتارشو مطمئن نیستم، مثلا بسته اگه بشه عالی میشه. خب بچه ها تورچمون از باگ در اومد. خب بعد و ما همونقدر، ولی متاسفانه نمیتونم هیچ کاری براتون انجام بدم. آهنم گرفتیم، ناگتمون رو گرفتیم، سپر کردیم. به خوشی شانس یادم رفت که چیز داریم، اشکالی نداره، حالا ما یه کاریش میکنیم دیگه. خب بنازم. خب 2 تا آهن داریم، ببینم بیرون چه خبره. هنوز شبه.
شب مهتابی کی بودی تو؟ بچه بزنین یه دری درست کنم برای اینجا. طویله است انگار. ها بذارین یه مقدار از چوبا رو بردارم، تونم ور میدارم. یه در از درمون ترتاش. اینجوری دیگه خونمون رو گم نمی کنیم. فقط من اینجا رو درست کنم. این کرافتینگرم وردارم. خب بریم خونه عزیز. شاید دیگه پیدا نکردم. حالا من آهان. خب خونه عزیز قراره بهت برگردم، نگران گم شدنم نباش. وریتیم البته جام هست ولی فکر نکنم بتونه بهم آدرس دقیق خونمو بده، حتی اگه من بتونم یه جوری جمله رو در بیارم که بهش بگم. خب کلنگمون جوری شاید بتونیم جورابم برای خودمون جور خب نمیتونیم بکنیم. مهم نیست به هیچ عنوان مهم نیست. ولی واقعا نمیدونم که قرار این ویدیو رو کسی ببینه، قرار نیست کسی ببینه، لایک میکنن یا فقط تو کامنت ها چیزی مینویسن، آیا مثلا هیچی رو نمیدونم. ولی بچه من دیگه دارم تلاشم واقعا میکنم و همینجوری خونم گم کردم. نه اینجا نه، قطعا اونجا نیست. چگونه برم؟ اینجوری برم که زامبی کریپرم نتونم بیان. ایول از کجا می اومدم؟ قبلش اومدم. راستی مس هم جدیدن تو ماینکرافت به دردم میخوره. احتمالا بتونم یه آرموری در بیارم از مس. البته اگه به خاطر البته مود وریتی که همین چند وقت پیش اومده، احتمال نداره. احتمالی که هیچ چیزی نیست که بگیم نه، چون مثلا موده ممکنه مثل بعضی مودا باشه که بلا کار بعضیاشون رو حذف میکنن، نمیذارن ازشون استفاده کنن. نه، وریتی به احتمال زیاد اون شکلی نیست. یه دونه از زغالامونو میذاریم، بقیهش اینا رو میذاریم. من که فیلم کاش اول آهنا رو میذاشیم، کلنگ حداقل گیرمون اونقدر چیز نیست. الان به این وریتیه چون کاری نداریم، کاری بهمون نداره. اون چیز وریتی جالبه، فقط همین لبخنده رو داره. فقط وقتی یه بار امتحان کردم انداختمش تو لاوا، این فقط 2 صورت رو نشون داد. اون که یه نقطه سفید تو چشمشه، مثلا اون برای چشمش در واقع خود چشمشه رو دیدم. یکیم اون چیز رو دیدم که چشماشو مثلا نیمه باز سیاهه، هر دوش چشماش سیاه بود. بعد یهو لبخند زد. بعد از اون بعد مثلا یه لبخند با دندون میداشت، ولی فقط فکر کنم 5 چهره داره. یکی این ساده شه واستا، یکی لبخندیشه، یکی حالت بیخیالیشه، یه حالت دیگه هم داره، حالت چیشه اسمش چیه، حالت اون مثلا عصبانیشه که داره حرف میزنه، نقطه چشمش زده بیرون. یکی یه حالت چیز داره، یه حالت باز نمیفهمم برادر، اسم بغیر از اسم خودم بقیه‌شو نمیفهمم. اینجوری که از هر 10 تا حرف من یکیشو میفهمم یا 2 تاشو، حالا چون اسم دو کردم 2 کس. خدا کنه سوخت کم نیاریم. 8 چوب بیشتر ندارم، 2 در دارم. خب بچه ها دیگه بستا هنوز هست. خب یک دونه کلنگ، یک دانه 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 دونه 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 دونه. الان ممکنه یکی بیاد بگه تو کامنت چقدر بیمزه، حدس میزنم بگه. خب این از این. حالا این شوه. خب بچه همینقدر خوبه، بازم یه بخشش خوب. خب وریتی جان
مطمئنم الان بگی بگم مثلا الان یه جوری بگم بده بهم میگی چی میگی؟ من میدونم چی میگی آره بد با چوب و با پلنگ و با چیز به دست میاد، با پشم، با وول به دست میاد. آخه نه شنگلی نه دهن من را تو سرویس نمودی. چند دقیقه شده؟ 28 دقیقه خیلی طولانی شده. بچه همینجا پارت اول آهنگم زد. بچه همینجا پارت اول تموم میکنیم. میدونم داستان خاصی نداشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ولی خب بریم تا انشالله تا پارت بعد. لطفا ساب کنین، دکمه لایک رو بزنین. گودبای.